میکنم. رفیق ما زیر ما بود، زیر خط برق. اما عجیب بود که این بچه 30 سال قبل چطور به این بلوغ فکری رسید، یهو ترک تحصیل کرد و رفت که انگار فهمید دیگه اینجا مدرک جواب نمیده. مدرک تحصیلی که شما در استرالیا یا آمریکا اروپا یه دیپلم میگیری، زیرش نوشته شده این مدرک دیپلم به پاس زحمات شما در این 12 سال به شما اعطا می شود تا هم از مزایای قانونی آن بهره مند شوید و هم نقشی در سازندگی کشور ایفا کنید. اون وقت شما اینجا مدرک فوق لیسانس میگیری، زیرش نوشته شده مدرک به درخواست نامبرده صادر شده، هیچ اعتبار قانونی هم نداره. مدرک ارشیده. رفیق ما رفت دنبال کار، من معلم شدم، 3 تا از رفقای من مهندس شدن، همون 3 تا مهندس الان دارن تو کارخونه همین آدم کار میکنه. این روزگار